خب رسیدیم به درس دوم، دایره های مثلثاتی از فصل دوم که همون مثلثات هستش. دایره مثلثاتی اصلا شاید براتون سوال بشه که خب ما الان داریم در مورد مثلثات صحبت میکنیم، دایره این وسط چی میگه؟ باید بگم که سوال بجاییه و میخوایم یه مقدار بیشتر بررسیش کنیم. بریم با هم ببینیم. نگاه کنید، فرض کنید ما یه محور مختصات داریم که حالا یه x و y داره. این محور y هامون هستش، اینم محور x هامون. حالا گفته که اگر به شعاع مبدأ مختصات که اینجا میشه، یعنی نقطه‌ای که xش صفره yش هم صفر هستش، اگر به مرکز مبدأ مختصات یک دایره ای رو به شعاع یک رسم کنیم، این میشه دایره مثلثاتیمون. حالا اینکه چه ربطی به مثلثات داره جلوتر بررسیش میکنیم. نگاه کنید الان اینجا رو نگاه کنید، شعاع دایره هامون یک هستش، پس این میشه دایره ای به به مرکزیت مبدأ مختصات و شعاع یک. حالا اومده گفته که اگر ما بیایم و به عنوان مثال یه زاویه مثل تتا رو اینجا داشته باشیم، خب این زاویه تتا مثبته. حالا اینجا مثلا ما میگیم اینجا نقطه A هستش، اینجا هم نقطه P هستش. میگیم که زاویه AOP که اینجا هم O هستش دیگه، مبدأ مختصات. AOP، زاویه AOP زاویه مثبت هستش. مثبت. چرا ما اینجا رو مبدأ حالا شروع یا بگیم 0 درجه در نظر میگیریم؟ یعنی هر زاویه رو به بالا بره مثبت، اینجا منفی میشه. مثلا زاویه اینو مثلا بذاریم B. زاویه AOB، این زاویه‌مون چیه؟ منفیه، چون نقطه صفرمون، صفر دایره مثلثاتیمون اینجا هستش. یعنی این خط میشه خط صفرمون، یعنی آ توی 0 درجه قرار داره. این نقطه آی که میگیم تو 0 درجه قرار داره. اینو رفتیم بالا شده آ او پی که مثبت شده، اینجا اومده پایین، اینجا رفتیم بالا مثبت شده، اینجا رو اومدیم پایین منفی شده. پس اینجا رو ما میگیم 0 درجه. خب اینجا رو ما تعریف میکنیم 0 درجه. حالا بریم جلوتر یه چند تا مثال حل کنیم. حالا میان به ما میگن به عنوان مثال زاویه منفی 30 درجه رو توی دایره مثلثاتی پیدا کنید و رسمشون کنید. قبل این باید یه چیزی رو تعریف کنیم. میگیم که خب این زاویه‌مون زاویه 0 درجه بود دیگه، درسته؟ هرچی بالاترش بود مثبت بود، هرچی پایین‌تر، هرچی از این ور میومد منفی میشد. حالا این 0 درجه میایم بالا، 90 درجه که میایم بالا میشه، اینجا میشه 90 درجه. این نقطه باز 90 درجه میایم جلوتر میشه 180 درجه، یعنی این نقطه 180 درجه است، این نقطه 90 درجه. 90 درجه دیگه بیایم جلو میشه 270 درجه. یکم دیگه 90 درجه دیگه هم بریم جلو میشه 360 درجه. این حرکت رو میتونیم همینجوری ادامه بدیم ولی نیازمون نیست، یعنی تا همینجا که 360 درجه رو داریم کافیه. حالا اومده گفته که زاویه 30 درجه رو منفی 30 درجه رو رسم کنیم. خب زاویه 90 درجه رو که میدونیم یه همچین حالتی میشه دیگه، یعنی تو شکی نیست. اینو مثلا میگیم تتا.
حالا زاویه منفی 30 درجه رو چجوری میگیم؟ میگیم که خب 30 درجه است ولی منفیه، یعنی از این ور باید بیایم، از این سمت صفر باید بیایم. میگیم که منفی 30 درجه. به عنوان مثال این میشه، این زاویه مثلا آمون میشه منفی 30 درجه. حالا 135 درجه رو خواسته. ببینید خب گفتیم اینجا میشه 0 درجه، اینجا میشه 90، اینجا میشه 180، اینجا میشه 270. حالا گفته که 135 رو به دست بیار. 135 رو ما میتونیم بنویسیم 90 به علاوه 45. درسته؟ یعنی از 0 ما بیایم یه 90 درجه بریم جلو، خب میرسیم به اینجا. از 0 شروع کردیم به 90 درجه رسیدیم به اینجا. یه 45 درجه دیگه هم بریم جلو، میرسیم به 135 درجهمون. فعالیت 2 صفحه 36 اومده به ما یه زاویه‌ای رو داده، گفته که یه پی که برابر هست با یه مختصاتی که حالا x و y بهش میگیم، هرچی میگیم، این روی یه دایره مثلثاتیه به این صورت دیگه، یعنی روی یک دایره مثلثاتی قرار داره. حالا اومده گفته که از نقطه P اگه ما بیایم عمود کنیم نسبت به محور x ها، یعنی به این صورتی که نقطه چین کردیم، اینو عمود کنیم و اسمشو بذاریم Q، میتونیم حالا میخوایم یه سری نسبت‌های مثلثاتی رو براش پیدا کنیم، یعنی زاویه مثلا مجاور به زاویه و مقابل به زاویه‌مون رو پیدا کنیم، ضلع‌های مجاور و مقابل زاویه‌مون رو پیدا کنیم. حالا اومده گفته که بریم نسبتاشو پیدا کنیم دیگه. خب سینوس این زاویه چی میشه؟ سینوس تتا. سینوس تتا چی میشه؟ گفتیم دیگه زاویه مقابل به وتر. زاویه مقابل به وتر که میشه همون PQ تقسیم بر OP. این تا اینجا درست. کوسینوس چی؟ کوسینوس هم گفتیم که کوسینوس تتا برابر با زاویه مجاور به وتر. زاویه مجاورمون که میشه OQ تقسیم بر OP. و اینکه تانژانت هم حالا به حساب کنیم. تانژانتمون هم میشه تانژانت تتا برابر با سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. PQ تقسیم بر OP تقسیم بر OQ تقسیم بر OP. خب OP ها با هم خط میخورن، میمونه PQ تقسیم بر OQ. این به این صورت نسبت‌های مثلثاتیش رو ما پیدا کردیم. نکته‌ای که هست اینه که اگه دقت کنید ما یه دایره‌ای داشتیم به شعاع 1. دایره مثلثاتیمون دایره‌ای بود به شعاع 1، یعنی مثلا از اینجا تا اینجاش 1 بود. آیا میتونیم بگیم OP هم شعاع دایره است؟ خب بله دیگه، این P که روی دایره قرار داره، O هم که مرکز دایره است. پس OP رو هم ما میتونیم بگیم که شعاع دایره است و برابر هست با 1، یعنی OP برابر شده با 1. حالا بیایم توی سینوس و کوسینوس بخوایم جاگذاری کنیم، چون OP داشتیم توی سینوس و کوسینوس، اینا رو اگه بخوایم جایگذاری کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب اینجا این خط میخوره میشه 1، این هم خط میخوره میشه 1، یعنی به طور کلی اگه بخوایم بنویسیم میتونیم بنویسیم سینوس تتا برابر هست با PQ توی دایره مثلثاتیمون. و کوسینوس چی؟ کوسینوس هم به همین ترتیب. کوسینوس تتا هم برابر میشه با
او کیو. به همین صورت. حالا به یه تعریفی میخوایم برسیم، یعنی میخوایم بگیم که خب پی کیو رو که گفتیم این میشه سینوس تتا. خب این هم که گفتیم کوسینوس تتا. به طور کلی توی دایره مثلثاتی که شعاعش 1 هستش ما میتونیم بگیم که این محوری که محور ارزها هستش یا ایگرگ هستش رو ما میگیم محور سینوس ها، سینوس مثلا تتا. چرا؟ چون که اگه نگاه کنید سینوس به همین صورت بود دیگه، یه خط اینجوری بود دیگه، یه خط عمودی بود. پس ایگرگ که میشه محور سینوس ها به همین دلیل بود که گفتیم که به خاطر این بود که خط سینوس ها موازی با محور ایگرگ ها هست دیگه. از این بعد به این محور میگیم محور سینوس ها توی مبحث مثلثات. و اینجا هم خب میبینیم دیگه کوسینوس داخل محور ایکس ها هستش، پس میتونیم بگیم ایکس ها رو میتونیم تعریف کنیم محور کوسینوس ها، یا بنویسیم ایکس برابر هست با کوسینوس تتا. از این به بعد ایکس رو میگیم محور کوسینوس ها و ایگرگ رو میگیم چی؟ محور سینوس ها. به همین سادگی. دیدیم که یه همچین دایره ای رو که مبدأش مرکز دایره هم میشد مبدأ مختصات، این رو ما گفتیم میشه یه دایره مثلثاتی. حالا اگه دقت کنید این به 4 قسمت تقسیم شده این دایرمون که اینا رو بهشون میگیم چی؟ اینو میگیم ربع اول، یعنی از زاویه صفرمون تا 90 درجهمون رو میگیم ربع اول. از 90 درجه تا 180 درجه رو میگیم ربع دوم. از 180 تا 270 درجه رو میگیم ربع سوم. و در نهایت از 270 تا 360 درجه میشه ربع چهارم. به همین صورت ما ربع ها رو هم فهمیدیم و ممکنه مثلا توی سوال بیاد بهمون بگی که در ربع اول مثلا سینوس تتا مثلا میشه فلان. خب ما سریع میایم میگیم که ربع اول اینجاست. یه حرکت اینجوری داره، مثل حرکت خود دایره مثلثاتی. شمردن ربع ها هم به همین صورت از این ور به این ور میرسه. خب حالا گفته که 0 و 90 و 180 و 270 درجه روی مرز این ربع ها هستن و اینا رو ما جزء هیچ کدوم از این ربع ها حساب نمی کنیم. خب کار در کلاس صفحه 37 اومده گفته، قسمت اول اومده گفته که مشخص کنید که انتهای کمان مربوط به هر یک از زاویه های زیر در کدام یک از نواحی چهارگانه قرار میگیرد. همون ربع های اول و دوم و سوم و چهارم. حالا بریم با هم بررسی کنیم. نگاه کنید گفته زاویه منفی 30 درجه. گفتیم که اینجا از 0 شروع میکنیم چون منفیه میایم پایین، 30 درجه میایم پایین، میشه یه همچین جایی. این میشه 30 درجه مثلا منفی 30 درجه. حالا این توی کدوم ربع قرار گرفته؟ خب ربع چهارم هستش دیگه، ربع چهارم. بعدی 65 درجه خب مثبت هستش، بریم بعد 65 درجه بریم بالا. خب به 90 درجه نمیرسه، پس اینجا ها میشه. درسته؟ یعنی اینو ما اگه بگیریم 65 درجه میبینیم که یه همچین زاویه میشه. اینو پایینیه رو کار نداشته باشه. میبینیم این 65 درجه یه همچین زاویه میشه. خب تو کدوم ربع هستش؟ ربع اول.
بعدی 182 درجه. نگاه کنید اینجا 0 درجه بود، اینجا 90 درجه بود، اینجا 180 درجه. ما از 0 که شروع کنیم میاد تا 180 درجه، ولی کمه، 2 درجه دیگه باید بیاد. 2 درجه دیگه بیایم جلوتر میرسیم به یه همچین جایی. حالا خیلی کمتر میشه ولی خب دیگه تو شکل دقیق نیست. اینجا میشه 182 درجه، یعنی یه همچین حالتی میشه. این خط قرمزش کجاست؟ یعنی این انتهای کمانش که با قرمز نشون دادیم کجاست؟ توی ربع سوم هستش. پس این میشه ربع سوم. آخری گفته که منفی 95 درجه، یعنی ما اینجا که 0 هست از 0 شروع کنیم 95 درجه بیایم به سمت پایین. خب اینجا میایم پایین اینجا 90 درجه اومدیم پایین، یعنی اینجا میشه منفی 90 درجه. درسته؟ حالا میگه 5 درجه دیگه هم باید بریم جلوتر، یعنی بریم به سمت ناحیه سوم یا ربع سوم. پس اینجا میشه 95 درجه و اینم تو ربع سوم قرار میگیره. در کلاس 2 صفحه 37 اومده گفته که توضیح دهید که اگر انتهای یک کمان در ربع اول باشه چرا نسبت‌های مثلثاتی اون همشون مثبت میشن. بریم با هم بررسی کنید. نگاه کنید این یه دایره مثلثاتی و داریم در مورد ربع اول صحبت میکنیم. توی ربع اول مثلا هر زاویه‌ای رو مشخص کنیم، مثلا اینجا رو مشخص کنیم، با یه رنگ دیگه مشخص کنم. نگاه کنید مثلا فرض کنیم ما اینجا رو مشخص میکنیم، توی ربع اول هستش دیگه. خب توی این حالت یعنی مختصاتش چیه؟ یه مثلا پی هستش که یه ایکس و ایگرگی داره، یعنی یه مختصاتی داره. حالا اینجا ما اگه اینو به این وصل کنیم، به محور کوسینوس ها محور سینوس ها وصل کنیم، میبینیم که یه عدد مثبتی بهمون میده. درسته؟ و اینجا هم به همین ترتیب، اینجا هم یه عدد مثبتی بهمون میده دیگه. یعنی از 0 تا این نقطه توی قسمت مثبت محور کوسینوس ها هست. اینجا هم همینطور، یعنی اینجا تو قسمت مثبت محور سینوس ها هستیم. پس اینجاها به ما یه عدد مثبت رو میده. حالا فرض کنید که اینا شعاعمونه که حالا یک دیگه به طور کلی بخوایم تعریف کنیم، میگیم مثلا سینوس حالا یه زاویه‌ای مثل سینوس تتا برابر هست با مثلا یه عدد مثبت که حالا مهمم نیست بدونیم. سینوس یه عدد مثبت هستش. اینجا اینو داریم بررسی میکنیم دیگه، این قسمت عمودی رو داریم بررسی میکنیم. این یه عدد مثلا مثبتیه که نمیدونیم چیه، تقسیم بر 1. خب این قطعا مثبت میشه، یعنی یه عدد مثبت میشه. هرچند عددش رو هم توی این مثال ندونیم، فعلا میخوایم در مورد علامت ها صحبت کنیم. قطعا میدونیم که سینوس توی ربع اول مثبت هستش. حالا ممکنه پیو اینجا بگیری خیلی فرقی نمیکنه، یعنی فقط اینو میخوایم به این برسیم که سینوس مثبت هستش. در مورد کوسینوس چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که کوسینوس تتا برابر با یه عدد مثبت تقسیم بر 1. یکم مثبته دیگه اینجا، چون یک مثبته. حالا خیلی سخت نگیرید. یه عدد مثبت تقسیم بر 1 اینم شده مثبت، یعنی توی این زاویه سینوس مثبت هستش و کوسینوس هم مثبت هستش. یعنی توی این ربع هر زاویه‌ای رو به ما بدن، سینوسش یه عدد مثبته، کوسینوسش هم یه عدد مثبت هستش. حالا به تبع این وقتی میدونیم که سینوس مثبته، کوسینوس مثبته، سینوس تقسیم بر کوسینوس که میشه تانژانت هم مثبته. سینوس تقسیم بر کوسینوس، این یه عدد مثبت تقسیم بر یه عدد مثبت دیگه میشه مثبت. این میشه چی؟ تانژانت تتا. تانژانت تتا هم مثبته. کوتانژانت هم به همین ترتیب، یعنی
کوتانژانت تتا بخوایم بگیریم میشه کوسینوس تتا تقسیم بر سینوس تتا. یه مثبت تقسیم بر مثبت، یه عدد مثبت تقسیم بر یه عدد مثبت دیگه میشه مثبت. به همین دلیله که میگیم که توی ربع اول همه نسبت‌های مثلثاتی مثبت هستن. با توجه به اینکه فهمیدیم چرا توی همه نسبت‌های مثلثاتی توی ربع اول مثبت هستن، یه نکته رو بگیم و ببینید، نگاه کنید، توی یه دایره مثلثاتی توی ربع اول یه نسبت‌ها مثبت هستن، یعنی سینوس مثبت، کوسینوس مثبت، تانژانت مثبت، کوتانژانت هم مثبت. توی ربع دوم میبینیم که کوسینوس، محور کوسینوس ها اومده تو قسمت منفیش، خب ولی سینوس ها همچنان توی قسمت مثبت باقی مونده. یعنی میتونیم بگیم که سینوس ها مثبت، کوسینوس ها منفی، کوسینوس منفی شده. سینوس تقسیم بر کوسینوس که میشه تانژانت، یعنی مثبت تقسیم بر منفی میشه منفی. تانژانت منفی، کوتانژانت هم منفی میشه. به همین صورت. حالا خب توی ربع سوم میبینیم که هم سینوس منفیه، یعنی این تو محور سینوس ها تو قسمت منفیش هستیم، هم کوسینوس ها تو محور کوسینوس ها تو قسمت منفیش هستیم. میتونیم بگیم که سینوس منفی، کوسینوس هم منفی، تانژانت و کوتانژانت مثبت. منفی تقسیم بر منفی میشه مثبت و به همین دلیل میشه تانژانت و کوتانژانت میشه مثبت. توی ربع چهارم هم میبینیم که تو کوسینوس ها تو قسمت مثبت محورشون هستیم، ولی تو سینوس ها تو قسمت منفی هستیم. یعنی سینوس هاشون منفیه، منفی، کوسینوس مثبت، تانژانت منفی، کوتانژانت هم منفی میشه. حالا اینا رو چجوری حفظ کنیم؟ یه هستک میگن، یعنی یه عبارتی میگن هستک. توی اینجا همه مثبتن، یعنی همه مثبت. توی ربع دوم که 3 داریم میگیم سینوس مثبته، سینوس فقط مثبته. توی اینجا ربع سوم ت داریم میگیم که تانژانت و کوتانژانت مثبت هستن. توی اینجا هم که ک داریم تو قسمت آخر فقط کوسینوس مثبت هستش. به همین سادگی ما میتونیم اینو حفظ کنیم. یعنی توی ربع اول همه مثبت بودن شد ه، توی ربع دوم سینوس فقط مثبت بود شد س، توی ربع سوم که ت داشتیم تانژانت و کوتانژانت، و توی ربع چهارم هم کوسینوس. پس اینو تعریف میکنید به عنوان هستک و اینو با این رمز میتونید حفظ کنید. توی قسمت قبلی ما اومدیم نسبت‌های مثلثاتی زاویه 0، 30، 45 و 60 و 90 درجه رو به دست آوردیم و حالا الان می‌خوایم سینوس زاویه 0، 90، 180، 270 و 360 رو با استفاده از دایره مثلثاتی به دست بیاریم. این چجوری این اتفاق میفته؟ خب سوال خوبیه. باید بگم که باید اول زاویه رو مشخص کنیم. این 0 درجه بود، این 90 درجه بود، این 180 درجه، این 270 درجه و این هم دوباره 360 درجه. میخوایم سینوس و کوسینوسشون رو
مشخص کنیم. اینا هم باید در نظر بگیریم که شعاع دایرمون 1 هستش. با در نظر گرفتن این بریم سراغ تعیین سینوس و کوسینوس. خب سینوس 0 درجه یعنی اینجا رو در نظر بگیری، اینجا رو داشته باش. سینوس که خب 0 روی این محور که نگاه میکنیم این نقطه روی 0 این محور قرار داره، پس اینجا ما میگیم این 0. سینوس 90 درجه چطور؟ روی این محور که نگاه بکنیم میبینیم که سینوس توی نقطه 1 قرار داره، پس سینوس 90 درجه میشه 1. سینوس 180 درجه چی؟ دوباره میایم اینجا میبینیم که این محور رو ما در نظر بگیریم، این روی 0 قرار داره، مثل زاویه 0 روی 0 این محور قرار داره، پس سینوس 180 درجه میشه 0. سینوس 270 درجه چطور؟ روی این قسمت که نگاه کنیم اینجا نقطه 0، اینجا یه دونه اومده پایین، پس سینوس 270 درجه میشه -1. بعدی سینوس 360 درجه. خب دوباره میبینیم که روی این محور عمودی 360 درجه روی 0 قرار داره، یعنی نقطه 0 محور سینوس ها قرار داره، پس این میشه 0، یعنی با همون 0 1 360 و 0 1. بعدی کوسینوس. نگاه کنید الان میخوایم این محور افقی رو بررسی کنیم، این محور x ها رو بررسی کنیم. خب کوسینوس 0 درجه میبینیم که خب اینجا نقطه 0 اینجا 1، کوسینوس 0 درجه میشه 1. کوسینوس 90 درجه روی این محور نگاه کنیم، رو نقطه 0 قرار داره، پس این میشه 0. 180 اینجا اگه نقطه 0 باشه، اینجا نقطه 0 باشه، اینجا میشه -1، پس کوسینوس 180 میشه -1. کوسینوس 270 چطور؟ اینجا نقطه 0 شه دیگه، رو این محور اینجا نقطه 0، اینم رو نقطه 0 هستش دیگه، کوسینوس 270 هم 0. کوسینوس 360 درجه چطور؟ تو نقطه 1 قرار داره، یعنی اینجا مبدأشه 0شه، اینجا یکی رفته جلو و شده 360 درجه، پس کوسینوس 360 درجه هم 1. در نهایت میتونیم بگیم که 0 و 360 درجه با هم برابر هستن. حالا اینو از همین الان بهتون بگم. خب تانژانت و کوتانژانت. تانژانت 0 درجه میشه 0 تقسیم بر 1 میشه 0. تانژانت 90 درجه 1 تقسیم بر 0 که گفتیم تعریف نشده. تانژانت 180 درجه هم میشه 0. تانژانت 270 درجه هم تعریف نشده. تانژانت 360 درجه هم 0. کوتانژانت چطور؟ کوتانژانت یعنی کوسینوس تقسیم بر سینوس. کوتانژانت 0 درجه 1 تقسیم بر 0 که میگیم تعریف نشده. کوتانژانت 90 درجه میگیم 0 تقسیم بر 1 که میشه 0. کوتانژانت 180 میشه -1 تقسیم بر 0 که بازم میگیم تعریف نشده. کوتانژانت 0 تقسیم بر -1، کوتانژانت 270 میشه 0 تقسیم بر -1 میشه 0. و کوتانژانت 360 هم میشه 1 تقسیم بر 0 که اینم تعریف نشده. ما الان علاوه بر این که زاویه های 0، 30، 45، 60 و 90 رو داشتیم، زوایای 180، 270 و 360 رو هم به دست آوردیم با استفاده از دایره مثلثاتی. خب یه نکته ای رو هم حالا کتاب درسی بهش اشاره کرده، گفته برای هر زاویه دلخواه تتا ما تعریف میکنیم که سینوس تتا رو یه زاویه دلخواه در نظر بگیرید، هرچی سینوس تتا همیشه کوچیکتر مساویه با 1، یعنی سینوس تتا امکان نداره بزرگتر از 1 بشه. از طرفی سینوس تتا همیشه بزرگتر مساوی -1 هست، یعنی سینوس تتا با تتا هر چی باشه، تتایی که هر چی باشه میگیم که بین -1 و 1 هستش، یعنی خود 1 و -1 هم شامل میشه.
برای کوسینوس هم همینو میتونیم تعریف کنیم، بگیم که کوسینوس همیشه بزرگتر مساوی منفی یکه و کوچیکتر مساویه با یک، یعنی خود یک و منفی یک رو هم میتونیم داشته باشیم. مثال صفحه 39 رو میخوایم الان بررسی کنیم. گفته که آقای جلالی از دانش آموزان پرسید، گفت که اگه تتا در ربع دوم مثلثاتی باشد و سینوس تتا برابر با سینوس تتا برابر با 5/7 باشد، آیا میتونیم سایر نسبت‌های مثلثاتی رو به دست بیاریم یا نه؟ خب اول باید ببینیم که سینوس تتا گفته ربع دوم، یه اسمی از ربع دوم هم آورده. حالا میگیم که با استفاده از این موضوع اول خود سینوس رو که داریم نقطهش رو پیدا میکنیم و حالا سینوس رو که به دست بیاریم ازل‌های مختلفش هم باید به دست بیاریم. بعد که ازل‌هاش رو به دست آوردیم به راحتی میتونیم تانژانت و کوتانژانت و کوسینوس رو هم به دست بیاریم. خب نگاه کنید، وقتی میگیم که سینوس تتا میشه 5/7 یعنی چی؟ ما گفتیم این محور سینوس هاست دیگه، سینوس مثلا تتا. وقتی میگیم سینوس تتا شده 5/7 یعنی اگر اینجا یکه 5/7 اینجا ها میشه، این میشه مثلا 5/7، درسته؟ این نقطه میشه نقطه 5/7. خب یعنی ما اینجا دو تا نقطه داریم که سینوسشون برابر شدن با 5/7، درسته؟ دو تا زاویه داریم که سینوسشون برابر 5/7. اما سوال اومده از ربع دوم نام برده، پس یعنی ما نقطه بررسیمون اینجا هستش، یعنی با این یه تیکه کار نداریم. خب حالا اومده گفته که اینجا که اینو به این وصل کنیم از مبدأ مختصات، اینو که میدونیم میشه 5/7، اندازه این یه تیکه میشه 5/7، این هم که یک هستش، درسته؟ حالا اومده گفته که میشه سایر نسبت‌های مثلثاتی رو برای تتا پیدا کرد، یعنی این یه تیکه رو ما به دست بیاریم، بعد مثلا تتامون که این میشه رو هم این قرمزه کلا میشه تتا. حالا اینجا ما اینو به دست آوردیم، باید طول این ضلع رو به دست بیاریم. طول این ضلع رو نداریم، از چه روشی استفاده کنیم؟ من میگم از فیثاغورس استفاده کنیم. مثلا بگیم که داشتیم دیگه میگفتیم این دوتا، این ضلع به توان 2 به علاوه این ضلع به توان 2 برابر با وتر به توان 2، یعنی اینو اگه ما اسمشو بذاریم x، این زاویه‌ای که نداریم رو بگیم x2 به علاوه 5/7 به توان 2 برابر هست با یک به توان 2 که یکه، حالا نمیذاریمش دیگه. اینجا محاسبات میشه دیگه، x2 برابر میشه با اینو ما به توان 2 برسونیم 25/49، بیاریمش این ور میشه 1 منهای 25/49. اینو بنویسیم 49/49 که x2 برابر میشه با 24/49. در نتیجه x یه رادیکال از طرف این که بگیریم میشه رادیکال 24/49. به همین صورت ما این x رو به دست آوردیم. حالا سه تا ضلع یه مثلث رو ما داریم. خب سه تا ضلع یه مثلث رو داریم. الان فرض کنید مثلا یه مثلثی داریم به همین شکل، یه مثلث داریم که اینجاش مثلا رادیکال 24/49، اینجاش 5/7، اینجاش هم یکه دیگه. خب و ما الان به راحتی میتونیم این یه تیکه رو زاویه‌اش رو پیدا کنیم. خب زاویه این یه تیکه رو پیدا کنیم با توجه به اینکه ربع دوم هست، مثلا کوسینوسش رو به دست بیاریم و علامتش رو با توجه به اینکه ربع دوم هست مشخص کنیم. حالا با استفاده از این موضوعات ما میتونیم
یه زاویه مثلا اینجا داریم تتا، حالا این تتا با این تتا فرق میکنه ها. ما با استفاده از این میتونیم چی رو به دست بیاریم؟ نسبت های دیگه مثلثاتی. سینوس رو داشتیم 5/7، کوسینوسش میشه چی؟ کوسینوس تتا برابر میشه با مجاور به وتر، یعنی رادیکال 24/49 تقسیم بر 1 که می‌نویسیم رادیکال 24/49. این تا توی ربع دوم هستش، یعنی کوسینوس ها ما گفتیم ربع دوم هستک، توی ربع دوم فقط سینوس مثبت بود، پس این میشه منفی، این برابر میشه با منفی رادیکال 24/49. تانژانت چطور میشه؟ تانژانت تتا میشه رادیکال 24/49. میتونیم اینو اینجوری بنویسیم رادیکال 1/49 ضرب در 24، بعد این 1/49 بکشیم بیرون که میشه 1/7 ضرب در 24، یه همچین چیزی میشه، یعنی این با این برابر هستش. بنویسیم 1/7 یا رادیکال 24 تقسیم بر 7، این کوسینوس، سینوس میشه 5/7 تقسیم بر رادیکال 24 تقسیم بر 7. 7 با 7 خط میخوره، میشه 5 تقسیم بر رادیکال 24 که خب این میشه 5 رادیکال 24 تقسیم بر 24. این شد تانژانتمون. کوتانژانت هم با یه رنگ دیگه بنویسم. کوتانژانت تتا میشه همین رادیکال 24 تقسیم بر 7 تقسیم بر 5/7 که خب این 7 با هم خط میخورن. کوتانژانت میشه رادیکال 24/5. این هم شد کوتانژانت تتا. با استفاده از یک زاویه‌ای که حالا تبدیلش کردیم به مثلث و دو تا ضلعش رو داشتیم، ضلع سومش رو به دست آوردیم با استفاده از قضیه فیثاغورس، و بعد از اون به یه همچین مثلثی رسیدیم و به راحتی تونستیم تانژانت تتا و کوسینوس تتا و کوتانژانتش رو به دست بیاریم. حالا اینم یادم رفت بگم، کوتانژانت تتا توی گفتیم تو ربع دوم فقط سینوس ها مثبت هستن دیگه، یعنی این تانژانت و این کوتانژانتش منفی میشن. شیب خط با تانژانت زاویه، اولا که شیب خط رو یه یادآوری کنیم. شیب خط چی بود؟ گفتیم تفاضل عرضها تقسیم بر تفاضل طولها. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا ما اگر داشته باشیم شیب خط برابر میشه با تفاضل عرضها، یعنی ایگرگ حالت دوم منهای حالت اول. درسته؟ الان مثلا این یه تیکه رو ما اگه بخوایم حالا اینو در نظر نگیریم، این خط رو بخوایم ما شیبش رو حساب کنیم، چجوری حساب میکردیم؟ میگفتیم که تفاضل ارزها، یعنی ایگرگ حالت دوم، الان ایگرگ تو این حالت چنده؟ اینجا تو ایگرگ ها هست دیگه. اینجا یه لحظه برگردیم به همون حالت ایکس و ایگرگ خودمون، سینوس کوسینوس کار نده. ببینید اینجا تو حالت دوم ایگرگمون 6 هستش، توی حالت اول یعنی تو این قسمت ایگرگمون 0 هستش، یعنی 6 منهای 0 تقسیم بر حالا تفاضل ایکس ها، ایکس حالت دوم منهای ایکس حالت اول، یعنی 5 ایکس تو حالت دوم 5 بود، تو حالت اول 2 هستش، 5 منهای 2. خب این میشه 6، این میشه 3، در نهایت شیب خط ما برابر میشه با 2. اگه یادتون باشه تو قسمت الگوهای عددی ما اینو بررسی کردیم، گفتیم که مثلا اگه یه معادل 2x به علاوه مثلا فلان باشه، 2x به علاوه یه مربعی باشه، مثلا حالا این بشه y شیبش برابر با 2. این شیب همون شیبه، یعنی خیلی کار شاخی نکردیم ما اینجا، و به همین طریق ما میتونیم شیبو به دست بیاریم. حالا فرض کنید که ما اینجا یک زاویه‌ای داشته باشیم، مثلا اینجا رو شما دقت کنید، یه زاویه داشته باشیم مثل تتا. درسته؟
زاویه داشته باشیم به عنوان تتا. بعد میتونیم بیایم بگیم چی؟ بگیم که خب این یه مثلثی هستش دیگه، یه مثلث این ریختی هست که این 2 تا 5 یعنی طولش 3، اینم طولش 6. درسته؟ حالا شیب تو این حالت از چه رابطه‌ای به دست می اومد؟ تو این حالت که گفتیم 6 که این هست تقسیم بر این ضلع مثلثمون تقسیم بر این ضلع مثلثمون، تفاضل عرضها تقسیم بر تفاضل طولها، تفاضل ایگرگ ها تقسیم بر تفاضل ایکس ها. یه چیزایی داره یادمون میاد. یعنی چی؟ یه تتایی هم ما اینجا داریم، اینجا این ضلع مقابلشه، این ضلع مجاورشه. یعنی شیب خط رو میتونیم بگیم که چی؟ بگیم که طول ضلع مقابل تقسیم بر مجاور، اگه تتا رو اینجا در نظر بگید. خب مقابل به مجاور چی بود؟ تانژانت بود دیگه. تانژانت تتا، تانژانت تتا برابر شده با شیب خط. یعنی به طور کلی ما میتونیم بگیم که شیب خط برابر تانژانت این زاویه است، این زاویه که این پایین هستش و از پایین داریم به بالا نگاه میکنیم. خب کار در کلاس 1 صفحه 40 اومده گفته که مراحل اون فعالیت بالا که در رابطه با شیب خط بود و تانژانت بود برای اینجا تکرار کنید. یه اینجوری داده x به علاوه y مساوی با 2. درسته؟ اومده گفته x به علاوه y مساوی با 2، شیب خطش رو پیدا کنید. حالا خیلی ساده تر بخوایم سوال رو تفسیر کنیم، یه همچین حالتی گفته شیب خطش رو پیدا کن. ما اینو میایم به صورت اون y مساویه با nx به علاوه ax به علاوه b تبدیل میکنیم. چجوری؟ میگیم که y رو تنها میکنیم، x رو میاریم این و y مساویه با منفی x به علاوه 2. شیب خطش رو خواسته به دست بیاره دیگه. با اون تکنیکی که اونجا بهتون گفتم اینجا شیب میشه ضریب x، ضریب x توی معادله خط میشه شیب که اینجا ضریب منفی 1 هستش دیگه. خب پس شیب خط ما اینجا برابر شده با منفی. یه شکل هم بخوایم براش بکشیم به همین صورت دیگه، یه روال نزولی داره، یه منفیه، یعنی داره میره به سمت پایین. 2y منهای 3x مساوی با 5. دوباره اون x رو برمیگردونیم سر جاش، میگیم 2y مساویه با 3x به علاوه 5. یه وقت نیایید همینجا بگید ضریب x هستش و شیب 3 این کار بکنید قطعا نمره نخواهی گرفت. چرا؟ چون اینجا ما یه ضریب 2 داریم. فرم معادله خط این شکلی بود، ax به علاوه b. خب حالا اگه اینجا ضریب داشته y ضریب داشته باشه باید چیکار کنیم؟ خیلی راحت میایم طرفین معادله رو تقسیم بر اون ضریب میکنیم. الان اینجا ضریب 2 هستش، طرفین معادله رو تقسیم بر 2 میکنیم. اینجا میشه 3 دوم x به علاوه 5 دوم. شیب میشه 3 دوم x ضریب x توی این معادله میشه 3 دوم. پس شیب خطمون میشه 3 دوم x. خب قسمت دومش اومده گفته که معادله خطی رو بنویسید که زاویه آن با جهت مثبت محور x ها 30 درجه هستش و از نقطه 1 0 عبور میکند. یعنی نقطه‌ای که xش 1 هستش یش 0. نگاه کنید، اول نقطه رو مشخص بکنیم که گفته از x 1 و 0، یعنی از اینجا میگذره. خب حالا این خطه یه جوری باشه که زاویهش با این x باید بشه 30 درجه. یه چیزی ما رسم میکنیم حالا به صورت دستی 30 درجه. شیب خطشو یا معادله خطشو گفته بنویسید. خب دیگه این کار نداره دیگه، واقعا کار نداره. خب نگاه کنید اینجا ما میگیم که شیب خط برابر باید بشه با تانژانت. درسته؟ یعنی یه ایگرگ داریم
که میشه AX به علاوه B. این تا اینجا درست. حالا میگیم که آ چی میشه؟ میشه شیب خط. شیب خط اینجا چجوری به دست بیاریم؟ با تانژانت. تانژانت 30 درجه چیه؟ تانژانت 30 درجه بود رادیکال 3/3 دیگه. رادیکال 3/3. درسته؟ حالا رادیکال 3/3 دیگه، یعنی اینجا رو ما میتونیم بگیریم رادیکال 3، اینجا رو میتونیم بگیریم 3. اصلا مهم نیست. شیب خطمون رو ما داریم. ایگرگ ما میشه رادیکال 3/3 x به علاوه این b رو ما میگفتیم ارز از مبدأ. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ایگرگ رو برابر اونجایی که این ارز از مبدأ رو میگیم اون نقطه‌ای که این محور ما، این خط ما با ایگرگ برخورد داره. حالا اون چه نقطه‌ای هستش؟ نگاه کنید ایگرگ الان مثلا اینجا میخوایم به دستش بیاریم. نگاه کنید الان ما باید ارز از مبدأمون رو به دست بیاریم. ارز از مبدأ یعنی اون ایگرگی که تو اون نقطه‌ای که این محور ما به این خط ما به محور ایگرگ برخورد میکنه. نگاه کنید الان اینجا 30 درجه است، اینجا هم 30 درجه است. متقابل به رأس بودن رو اگر یادتون باشه ما الان اینجا هم 30 درجه میشه برامون. حالا اگه دقت بکنید میبینید که ما تو سوال گفتیم که نقطه 1 و 0 اینجا یعنی 1. این یه تیکه 1 هستش. بذار با یه رنگ دیگه بنویسم. اینجا 1 هستش. الان یه مثلث داریم به این شکل که این 1، این 30 درجه است و تانژانت و اینو میخوایم. اینو اگه به دست بیاریم این همین بیمون هستش، ارز از مبدأمون هستش. یعنی این نقطه برابر میشه با همون بیمون. بخوایم بنویسیمش میگیم که خب تانژانت 30 درجه برابر شده با رادیکال 3/3 که خب مقابلش رو نداریم، تقسیم بر این. خب میشه 3x مساویه با رادیکال 3. درسته؟ پس x مساوی میشه با رادیکال 3/3. یعنی این یه تیکه ما میشه رادیکال 3/3. درسته؟ حالا نگاه کنید تا اینجاشو به دست آورده بودیم این معادلمونو. حالا ارز از مبدأش هم داریم. البته اینکه این پایین یعنی تو قسمت منفی محور ایگرگ ها هست، منفی رو هم باید لحاظ کنیم. پس به طور کلی میشه یه همچین معادله ای رو برای یه خطی نوشتیم که از نقطه 1 و 0 عبور کنه و زاویهش نسبت به x ها، محور x ها 30 درجه باشه. رسیدیم به قسمت سوالات و اینکه سوال اول، هر یک از زاویه های زیر را روی دایره مثلثاتی رسم کنید، سپس مشخص کنید در کدام نواحی قرار می گیرند. بریم ببینیم. 270 درجه اینجا مثبت 270 درجه رو به ما گفته. حالا بریم ما هم رسمش کنیم. ببینید اینجا این یه تیکه، اینجا این میشه 0، اینجا میشه 0. 270 درجه بریم جلو میرسیم به اینجا میشه 270 درجه، مثبت 270 درجه. درسته؟ حالا به من بگید ببینم 270 درجه رو کدوم ناحیه بود؟ گفتیم 270 روی مرزه و گفتیم زاویه های 0 90 180 270 و 360 چون روی مرز قرار دارن و جزء هیچ کدوم از ناحیه ها محسوب نمیشن. بعدی 225 درجه از 0 شروع میکنیم، مثبت هستش دیگه، میریم جلو. 225 درجه میریم جلو، یعنی تقریبا اینجا ها میشه. درسته؟ 225 درجه میشه 180 به علاوه 45 درجه دیگه. این تا 180ش تا اینجا یه 45 درجه اومده پایین. این میشه 225 درجه. تو کدوم ربع قرار داره؟ ربع سوم.
بعدی 135 درجه منفی 135 درجه. گفتیم اینجا صفره چون منفی از این ور حرکت میکنیم. 90 درجه که بریم جلو به اینجا میرسیم، یه 45 درجه دیگه میمونه، میرسیم به اینجا 135 درجه. نکته جالبش اینه منفی 135 درجه، منفی 135 درجه برابر شده با همون 225 درجه. چرا؟ چون یه دور کاملش میشه 360 و اینا رو ما با هم جمع کنیم میشه 360. 225 تاش از اینجا اومده رسیده تا اینجا شده 225 تا، از این ورم بریم 135 تا میشه 360 تا. پس اینم توی ربع سوم قرار داره. سوال بعد گفته در هر یک از موارد زیر نسبت‌های مثلثاتی داده شده، سایر نسبت‌های مثلثاتی رو به دست آورید. اولی رو گفته کوسینوس آلفا برابر با 3/7 و توی ربع چهارم هم هست، یعنی توی این. خب بریم با هم ببینیم. نگاه کنید وقتی میگیم کوسینوس 3/7 یعنی روی محور کوسینوس ها روی x 3/7 قرار گرفته باشه یا روی x مساوی با کوسینوس مثلا حالا آلفا، یعنی اون xش برابر بشه با 3/7. یعنی از این مبدأ مختصات 3/7 بیایم جلو، حدودا اینجا ها میشه. درسته؟ و اینکه از اینجا هم ما بخوایم براش از وسط از مرکز دایره هم بخوایم براش رسم کنیم به همین صورت میشه. الان ما یه مثلثی داریم به این صورت که این وترش همین شعاع دایره است، برابر با یک. اینجا این ایکسش برابر با 3/7 هستش، یعنی 3/7 رفته جلو. اینو نمیدونیم، اینو باید به دست بیاریم. ایکس رو که بخوایم به دست بیاریم میگیم که x2 به علاوه 3/7 به توان 2 برابر باید بشه با 1. درسته؟ x2 رو میگیم برابر با 1 منهای 3 به توان 2 میشه 9 تقسیم بر 7 به توان 2 میشه 49 منهای 9 49. اینم بنویسیم 49 یک رو بنویسیم 49 x2 میشه 49 منهای 40 میشه 49 منهای 9 میشه 40 49 x2 شده 40 x مساوی با رادیکال 49. این x مون رو به دست آوردیم رادیکال 49. الان یه مثلث داریم که این هم زاویه‌شه آلفا فرق نمی‌کنه. حالا گفته که سایر نسبت‌های مثلثاتی رو به دست بیاریم. می‌بینیم به همین راحتی سینوس آلفا میشه مقابل به وتر که خب همون رادیکال 49 میشه. تانجانتش چی میشه؟ تانجانت آلفا میشه مقابل به مجاور. مقابلش که رادیکال 47 هم میتونیم بنویسیم دیگه، رادیکال 40 تقسیم بر 7. اینجا هم 3/7. این 7 با هم خط میخوره میشه رادیکال 47. این میشه تانجانت آلفا. کوتانجانتش هم که کوتانجانت آلفا هم میشه 3/7 تقسیم بر رادیکال 40 تقسیم بر 7. این 7 با هم خط میخوره میشه 3 تقسیم بر رادیکال 4 رادیکال 40 برابر میشه با 3 رادیکال 40 تقسیم بر 40. این نسبت های مثلثاتی دیگهش بود که به دست آوردیم. بعدی گفته سینوس بتا برابر با منفی 1/2 تو ربع سوم. حالا تو قسمت قبلی من یادم رفت تانجانت و برای تانجانت و کوتانجانت و سینوس اون زاویه علامت هاشو با توجه به ربع چهارم که بود بذارم دیگه. حالا اینو به بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ بعدی. گفته که سینوس بتا منفی 1/2 تو ربع سوم هستش. سینوس یعنی روی محور ایگرگ ها جایگاهش اینجا باشه، منفی 1/2 البته، یعنی باید این پایین اینجا میشه مثلا منفی 1/2. درسته؟ حالا گفته که تو ربع سوم، یعنی اینجا هم نه،
باید بیایم اینور تو ربع سوم. یه همچین مثلثی رو ما الان تشکیل میدیم که اینش یکه، این ارتفاعش، این یه دیگهش هم منفی 1/2، این ضلعش رو نداریم، این ضلعش رو باید به دست بیاریم. خب اینو چشم به دست میاریم. نگاه کنید، اسمش رو بذاریم x به توان 2 به علاوه منفی 1/2 به توان 2 برابر شده با 1. درسته؟ اینو میاریم این ور، x2 برابر با 1 منهای منفی 1/2 به توان 2 میشه 1 تقسیم بر 4، 1/4 که این میشه 3/4. درسته؟ x2 شده 3/4، x شده رادیکال 3/4 یا 3/2، رادیکال 3/2 میشه. درسته؟ حالا x رو به دست آوردیم رادیکال 3/2، این یه تیکمون شد رادیکال 3/2. یه مثلث جداگونه اگه بخوایم براش رسم کنیم، مثلثمون این شکلی میشه، یعنی این مثلث رو کشیدیم بیرون از توی دایره، منفی 1/2. حالا 1/2 ها، یعنی طولش 1/2، ولی چون اومده پایین تو ربع سوم قرار گرفته، اینم رادیکال 3/2. طول ضلع هیچ وقت منفی نمیشه، اینم باید در نظر داشته باشیم. خب حالا سینوس بتا رو داریم، مثلثش هم داریم، به همین راحتی میریم کوسینوسش رو هم به دست میاریم. کوسینوس تانژانت و کوتانژانت. کوسینوس بتا میشه مجاور به وتر رادیکال 3/2 تقسیم بر 1 که همون رادیکال 3/2 میشه. تو ربع سومه، تو ربع سوم فقط تانژانت و کوتانژانت مثبت بودن، پس این منفیه. تانژانت بتا برابر با 1/2 تقسیم بر رادیکال 3/2. 1 تقسیم بر رادیکال 3 میشه رادیکال 3/3. کوتانژانتش چی میشه؟ اینجا تانژانت تو ربع سومه و مثبته، پس همین رادیکال 3/3 میشه. تانژانت کوتانژانت بتا میشه 1 تقسیم بر رادیکال میشه رادیکال 3/2 تقسیم بر 1/2 که همون رادیکال 3 میشه. درسته؟ میشه رادیکال 3. اینم مثبته چون کوتانژانت هم مثبت. سوال بعد گفته اگر تانژانت آلفا و سینوس آلفا هم علامت باشن، آنگاه آلفا در کدام ربع مثلثاتی قرار داره؟ توی ربع اول گفتیم همشون مثبت بودن، یعنی هم سینوس مثبت بود هم تانژانت، پس تو ربع اول هم علامتن. درسته؟ تو ربع دوم سینوس مثبت بود، بقیهشون منفی بودن، پس تو ربع دوم نمیتونه هم علامت باشه. ربع سوم چطور؟ تو ربع سوم تانژانت و کوتانژانت مثبتن، بقیهشون یعنی سینوس و کوسینوس منفی هن. پس اینجا اینم نادرسته. تو چهارمی همشون منفی هن، فقط کوسینوس مثبته، یعنی تانژانت و سینوس اونجا هم علامتن. پس تو ربع اول و یا ربع اول هست یا ربع چهارم. سوال بعد گفته معادله خطی بنویسید که زاویه آن با جهت مثبت محور x ها 45 درجه و نقطه 0,2 روی آن قرار دارد. اول نقطه 0,2 رو پیدا کنیم، x 0 و y 2، یعنی اینجا میشه تقریبا. خب حالا گفته که زاویه آن با جهت مثبت محور x ها 45 درجه. اینجوری نمیتونی رسمشون کنی ها، چون xش اون موقع زاویهش با قسمت منفی محور x ها تشکیل میشه. گفته که با جهت مثبت محور x ها. ببینیم اینجوری میشه تقریبا، یعنی یه حالت اینجوری میشه، این زاویهش 45 درجه، این 2 و اینکه معادله خطش رو میگه بنویسید. یه خط اینجوری بوده که حالا
این یه تیکش رو ما کار داریم. با استفاده از این یه تیکش معادله خطش رو به دست میاریم و سوال حل میشه دیگه، خیلی راحت. خب نگاه کنید، گفتیم که تانژانت با تانژانت کار میکنیم دیگه. خب تانژانت 45 میشه رادیکال 2/2، یعنی شیب این خط ما برابر با رادیکال 2/2. یه ایگرگ آ ایکس به علاوه ب اگه بخوایم براش بنویسیم، آش میشه رادیکال 2/2 ایکس. این تا اینجا. حالا میگه بی رو به دست بیاریم. البته یه سوال بپرسم، نگاه کنید شیب زمانی مثبته که هرچی ایکسمون بیشتر بشه، تو محور ایکس ها بریم به سمت مثبت و جلو، ایگرگمون هم بیشتر بشه. ولی اینجا ایکسمون داره بیشتر میشه ولی ایگرگمون داره میاد پایین، یعنی شیب منفی داریم. پس علامت این منفی میشه، منفی رادیکال 2/2 ایکس. حالا عرض از مبدأ یا همون بیش اگه بخوایم به دست بیاریم دیگه خیلی راحته دیگه، این 2، یعنی عرض از مبدأ گفتیم اون نقطه‌ایه که اون خطمون محور ایگرگ ها رو قطع میکنه، پس اینجا میشه 2. معادل خطش رو به دست آوردیم.